خرد فلسفه تقدیم می کند. نبرد واقعی در درون توست. امپراتور روم مارکوس اورلیوس کسی بود که مردمش رو از میان جنگ‌ها، بیماری‌ها و آشوب‌های سیاسی عبور داد. ولی با تمام اون سختی‌ها آروم موند، منظم موند و ذهنش رو تحت کنترل نگه داشت. اما چطور؟ با فلسفه رواقی‌گری. فلسفه‌ای که تو دفترچه شخصیش نوشت. کتابی که بعدها به اسم تأملات معروف شد. ببین، فکر زیاد شفافیت نمیاره، فقط اضطراب، شک و بی‌عملی میاره. شروع میکنیم به سوال پرسیدن از خودمون که نکنه شغلم اشتباهه؟ اگه شکست بخورم چی؟ نکنه یه چیزی گفتم ناراحت شد؟ اگه ترکم کنه چی؟ ذهنمون 1000 تا داستان میسازه و نتیجهش میشه ترس از آینده. اگه همه چی خراب بشه چی؟ اما مارکوس یه چیز ساده ولی عمیق رو فهمیده بود. همه اینا قبلا اتفاق افتاده. تاریخ همیشه تکرار میشه. اون میگفت مهم نیست کجای دنیا باشی، همیشه همینه، فقط شکلش عوض میشه. انگار از گذشته تا حالا همه شهرها و مردم یه نمایش تکراری هن. و این یعنی چی؟ یعنی نترس. چون تو تنها کسی نیستی که این حسو داری. آدمای قبل از تو هم همین حس رو داشتن. ترس، شک، ناامنی. و بازم زندگی ادامه پیدا کرده. امپراتوری ها افتادن، دوباره بلند شدن. اقتصادها سقوط کردن، دوباره رشد کردن. آدما شکست خوردن، ولی دوباره ساختن. مارکوس میگفت تمام چیزها تکراری‌اند، گذرا و بی‌ارزش در زمان. پس اگه اونا تونستن عبور کنن، تو هم میتونی. حالا تصور کن میلیاردها نفر قبل از تو عاشق شدن، شکست خوردن، بیمار شدن، از دست دادن و دوباره ساختن. پس چرا فکر میکنی فقط تو نمیتونی؟ مارکوس حتی خودش تو زمان طاعون زندگی میکرد. مرگ رو از نزدیک دید. اما روحش شکست نخورد. میگفت تو بر ذهنت قدرت داری، نه بر اتفاقات بیرون. وقتی اینو بفهمی، قدرت واقعی رو پیدا میکنی. رواقیون باور داشتن بیشتر رنج ما از خود اتفاقها نمیاد. از طرز فکر ما نسبت به اونها میاد. وقتی بیش از حد فکر میکنی، ترساتو واقعی میکنی. یه اشتباه کوچیک تو کار، تو ذهنت میشه فاجعه. ولی اگه واقع بین باشی، میبینی اونقدر هم بزرگ نبود. مارکوس خودش رو تمرین داده بود که از خودش بپرسه این فکری که دارم واقعیه؟ به دردم میخوره؟ یا دارم بیدلیل بزرگش میکنم؟ اکثر چیزایی که نگرانشیم هیچ وقت اتفاق نمیافتن. پس هر بار که ذهنت شروع کرد به فاجعه سازی، از خودت بپرس این واقعیه یا فقط توی ذهنمه؟ جالبه بدونی همین طرز فکر پایه درمان مدرن امروز شد. ببین، چیزی که امروز بهش میگن CBT یا رفتار درمانی شناختی، در واقع همون چیزیه که رواقی‌ها قرنها پیش کشف کرده بودن. این روش یعنی چی؟ یعنی یاد بگیری افکار غیر منطقیت رو به دست بگیری، به چالش بکشی و جاش افکاری بذاری که واقعی‌تر و مفیدترن. یه روانشناس به اسم آلبرت مدلی ساخت به نام ABC. این مدل کمک میکنه بفهمیم احساسات ما از خود اتفاقها نمیان، بلکه از برداشت ما نسبت به اون اتفاقها میان. بذار برات بازش کنم. A یعنی اتفاق فعال کننده. یه چیزی رخ میده، مثلا شرکتت اعلام میکنه تعدیل نیرو داره. B یعنی باور. ذهنت شروع میکنه اگه منو اخراج کنن چی؟ چطوری کرایه خونه رو بدم؟ و C یعنی نتیجه احساسی که میشه اضطراب، ترس و فلج شدن. اکثر آدما فکر میکنن احساساتشون مستقیما از اون اتفاقها میاد. ولی در واقع این طرز فکرشونه که اون احساس رو میسازه. حالا یه سوال، آیا فکر کردن به این که من هیچ وقت از پسش بر نمیام کمکت میکنه؟ نه.
فقط اضطرابت رو بیشتر میکنه و نگهت میداره تو همون چرخه فکر زیاد. اما رواقی ها میگن اتفاق مهم نیست. واکنش تو مهمه. پس به جای ترس از آینده روی کاری تمرکز کن که الان میتونی انجام بدی. رزومت رو بروز کن. با آدم‌های اطرافت ارتباط بگیر. مهارت‌های جدید یاد بگیر. اون وقته که سی یعنی نتیجه احساسی از وحشت و درماندگی تبدیل میشه به احساس کنترل و آرامش. ترس هنوز هست ولی دیگه فلجت نمیکنه. چون از بیش فکری رسیدی به عمل. رواقی ها میگفتن نبرد واقعی تو ذهنه. اون صدای درونت همیشه درست نمیگه. وقتی شروع میکنی منطقش رو زیر سوال بردن، کم کم کنترل فکرت رو پس میگیری. درس سوم، مارکوس میگفت هرچی بیشتر به چیزهایی ارزش بدی که از کنترلت خارجه، کنترل کمی روی زندگیت داری. زندگی گاهی زمینت میزنه، سخت زمینت میزنه، ولی نحوه نگاهت به سختی هاست که تعیین میکنه چطور بلند بشی. شکست کاری، طرد شدن، بیپولی، دلشکستگی. تو اون لحظه ها 2 انتخاب داری. یا خودت رو قربانی میبینی یا یه جنگجو. قربانی میگه چرا اینطوری شد اصلا؟ ولی جنگجو میپرسه خب حالا چی کار میتونم بکنم؟ مارکوس امپراتور بود. با جنگ، بیماری و خیانت روبرو شد. میتونست شکایت کنه بگه من همچین زندگی نخواستم. ولی نکرد. به خودش یادآوری کرد مانع خود مسیر پیشرفته. چیزی که جلوی راهته در واقع بخشی از مسیرته. رواقی ها اینو میگفتن دوگانگی کنترل. یعنی بفهمی چی در اختیارت هست، چی نیست. تو نمیتونی کنترل کنی شرکتت تو رو اخراج نکنه، ولی میتونی کنترل کنی چطور واکنش نشون بدی. نمیتونی کنترل کنی کسی که دوستش داری از دست نره، ولی میتونی کنترل کنی چطور دوباره خودت رو بسازی. وقتی دست از کنترل غیرقابل کنترل ها برداری، احساس ناتوانی هم از بین میره. همون موقع که خیلی ها تسلیم میشن، تو میتونی دوباره شروع کنی. رزومت رو بساز، شبکت رو گسترش بده، مهارت جدید یاد بگیر و کنترل آیندت رو پس بگیر. همون موقع که چیزی بیرون از تو فرو میریزه، یه چیز درونت محکم‌تر میشه. درس 4، مارکوس میگفت ممکنه همین الان زندگی رو ترک کنی. پس بذار این آگاهی تعیین کنه چی میگی و چی انجام میدی. فکر کن همین امروز آخرین روز زندگیت باشه. هیچ فردایی نباشه. هیچ فرصتی برای یه روز دیگه وجود نداشته باشه. آیا هنوزم منتظر میمونی؟ آیا هنوزم دنبال زمان بهتر میگردی؟ رواقی ها با یاد مرگ نمیخواستن افسردت کنن. میخواستن بیدارت کنن. میخواستن یادت بندازن که زندگی موقته. که هر لحظه معمولی یه هدیه است. مارکوس میگفت اگه امروز آخرین روزم باشه، نمیذارم حرص و ناراحتی های کوچیک وقتمو بگیره. ساده تر زندگی میکنم، با تمرکز، با معنا و با عشق بیشتر. سنکا، یکی دیگه از فیلسوفای رواقی، میگفت زندگی رو نطولش، بلکه عمقش معنا میده. ما همیشه فکر میکنیم قراره برای همیشه زندگی کنیم. اما واقعیت اینه که خیلی چیزها حواسمون رو پرت میکنن، ولی بزرگترین چیزی که از دست میدیم زمانه. مرگ یه اتفاق دور و نامعلوم نیست. یه چیزی نیست که یه روزی یه جایی سراغمون بیاد. مرگ همینجاست. تو هر لحظه‌ای که بی هدف میگذره، تو هر کاری که به تعویق میندازیم، تو هر رویایی که میذاریم برای یه روز دیگه. یادت بندازه که تو تا ابد وقت نداری. زمان برای شروع، برای تغییر، برای عشق ورزیدن و قدردانی الانه. بعضی از رواقی ها یه یادآور فیزیکی با خودشون داشتن. یه سکه یا یه انگشتر که روش نوشته بود یادت باشه تو خواهی مرد. اما تو دنیای امروز میتونی همون یادآوری رو تو گوشیت نگه داری یا روی آینت بنویسی. نه برای اینکه از مرگ بترسی، برای اینکه یادت نره زندگی تموم میشه. و وقتی اون روز رسید پشیمون نباشی از کاری که نکردی.
از عشق‌هایی که نگفتی، از لحظه‌هایی که از کنارشون رد شدی. چون یه روزی فردا دیگه وجود نداره و تنها چیزی که مهمه اینه که با امروز چی کردی. ولی رواقی‌ها فقط به مرگ فکر نمی‌کردن، اونا خودشون رو برای سختی‌ها هم آماده می‌کردن. بهش میگفتن تجسم منفی. یعنی قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته خودت اون رو تصور کنی. نه برای اینکه قصه بخوری. برای اینکه آماده باشی. مثلا تصور کن فردا صبح بیدار میشی و یه چیزی که برات مهمه از دست رفته. کارت، سلامتت یا کسی که دوستش داری. چی حس میکنی؟ درد، دلتنگی، پشیمونی؟ حالا یه چیز دیگه تصور کن. همین لحظه اونا رو داری. کاری که دیروز بهش غر زدی رو، بدنی که آرزو میکردی فرق کنه، آدم‌هایی که فکر میکردی همیشه هستن. الان همینجا کنارتن. میفهمی چقدر با ارزشن؟ این همون قدرت تجسم منفیه که باعث میشه قدر چیزهایی که داری رو قبل از اینکه از دستشون بدی بدونی. و وقتی واقعا سختی برسه روحت نمیشکنه چون ذهنت از قبل آماده است. درس بعدی. مارکوس اورلیوس میگفت هر چی سر راهت قرار میگیره رو بپذیر. چون هر چی هست بخشی از مسیر توه. بهش میگن عشق به سرنوشت. یعنی فقط قبول نکن بلکه دوستش داشته باش. زندگی همیشه طبق نقشمون پیش نمیره. شغل از دست میره، رابطه تموم میشه، یه فرصت از بین میره. ذهن ما مقاومت میکنه، میگه این نباید برام اتفاق میافتاد، ولی رواقی ها میگن بذار بیاد، در آغوشش بگیر چون اونم بخشی از رشد توه. شاید شکست مسیرت رو عوض کنه. شاید دردت بهت یاد میده قوی تر شی. شاید از دست دادن فقط داره جا باز میکنه برای یه چیز بهتر. پس به جای اینکه بگی این نباید اتفاق میافتاد بگو این اتفاق افتاد. حالا ازش چی یاد میگیرم؟ رواقی ها میگن هر ناامیدی در واقع یه جهت جدیده. هر شکست یه آموزش پنهان داره. وقتی عشق به سرنوشت رو تمرین میکنی دیگه با زندگی نمی جنگی. باهاش هم قدم میشی. از یه جایی به بعد به خودت اعتماد میکنی که هر چی پیش بیاد یه دلیلی داره. و آخرین نکته. مارکوس اورلیوس این حرفا رو برای دیگران ننوشته بود. برای خودش نوشته بود. برای اینکه ذهنش رو مرتب کنه، به خودش یادآوری کنه چی مهمه و صدای ذهنش رو ساکت کنه. ما وقتی بیش از حد فکر میکنیم در واقع داریم غرق میشیم توی افکار خودمون. اما وقتی مینویسیم اون افکار از سرت بیرون میان و تبدیل میشن به کلمه. و وقتی میتونی ببینیشون میتونی کنترلشون کنی. نوشتن باعث میشه ذهنت سبک بشه، باعث میشه بفهمی مشکل واقعا چیه. و وقتی شفاف شدی دیگه اسیر فکرها نمیمونی. آروم میشی. استرس همیشه چیز بدی نیست، در واقع میتونه باعث بشه احساساتمون رو بهتر پردازش کنیم و حتی مهارت حل مسئله‌مون قوی تر بشه. مثلا اگه فکری اومد که میگه من هیچ وقت از نظر مالی موفق نمیشم، اون فکر رو بنویس و از خودت بپرس واقعا درسته؟ واقعیت اینه که موفقیت مالی ربطی به شانس نداره. به ثبات و استمرار ربط داره. پس چرا تو نه؟ به جای که نگرانی درباره آینده تمرکز کن روی چیزایی که کنترلشون دست خودته. هر ماه یه مقدار پس انداز کن. درباره سرمایه‌گذاری یاد بگیر و از قرض‌های بیمورد دوری کن. وقتی هر روز این کارو می‌کنی، ذهنتو از آشفتگی خالی می‌کنی. اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنی و یاد می‌گیری منطقی فکر کنی نه احساسی. این یه عادت ساده است. اما با گذر زمان ذهنتو تربیت می‌کنه تا روی چیزای واقعاً مهم تمرکز کنی. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگه چیزی به دانسته‌هات اضافه شد، ممنون میشم که ما رو لایک و سابسکرایب کنید.